صبح که بیدار میشی چیکار میکنی؟ میدونم دیگه، سری چشم که باز میشه گوشی باز، درسته؟ صبح که ما بیدار میشیم، صبح که زنده میشیم در اصل، چون شبا میمیریم، تو وقتی میخوابی انگار مردی، خب انگار نه میمیری واقعا، و دوباره به لطف خدا تو دوباره یه روز دیگه رو شروع میکنی و میتونی هم نکنی، میدونستی که میتونی یه بار بخوابی یه بار نشی، پس چی خودش جای شکر داره. وقتی که زنده میشی، میخوام بگم از این 100% انرژی حیاتی که ما میگیریم، پرانا بهش میگن، انرژی حیات، جونمون همین تکون میخوریم با یه انرژیه. خب وقتی اون انرژی میاد توی ما، میخوام بگم چند درصدش داره میره این ور و خودمون متوجه نیستیم. چشم که باز میکنی، گوشی رو که باز میکنی، 20% رفت. خب این از این 20% و 80% شروع میکنی اسکرول کردن، میای پایین و شروع میکنی چی؟ مقایسه کردن خودت با آدمایی که این تو هم مثلا خوشحالن. چون اینستاگرام و سوشال مدیا فکر نکن همه چی به اون ویترینه، در مغازه رو باز میکنی میری تو، اون پشت میبینی او کثافت هست. خلاصه شروع میکنی مقایسه کردن خودت با افراد دیگر. 20% دیگه رفت، 40% شد چقدر؟ 60% انرژی، یعنی توی 5 دقیقه اول صبح 40% رفت، خودت خبر نداری رفته. بلند میشی میخوای بری سر اون کاری که دوست نداری. بلند میشی اون کسی که دوست نداری تو زندگیت ببینی و باید ببینی، باید بری با اون کسایی که دوست نداری چیل کنی. 40% دیگه رفت، 20% بود. 20% دیگه مطمئن باش بلند میشی 1000 تا چیزای دیگه هست تو زندگیت که اصلا نمیخوای، اصلا دوستشون نداری، ولی مجبوری. به خاطر چی؟ به خاطر شرایط بیرونی که واسه خودت درست کردی. فکر کردی همه چیز بیرونیه، نه، همه چیز این توه، چون کار درونی نکردی. کلا میمونه واسه 5 تا 10 تا اونم که داری فقط راه میری دیگه، فقط یه انرژی میمونه که تو رو تکون بده. بعد میگی چرا حالم بده؟ بیا ببین چرا حالت بده، چون به خودت نرسیدی، اصلا به خودت نگاه نمی‌کنی. ما به خودمون نگاه نمی‌کنیم، اصلا کسی بهمون یاد نداده. مدیتیشن نمی‌کنی. مدیتیشن نگاه به خودت دیگه چیه؟ پس فکر کردی چه کاریه مدیتیشن؟ باید بشینی مثلا پرواز کنی؟ نه، نگاه به خودت، توجه به خودت. تا دیر نشده توجه کن به خودت.